شرم و ناموس به لباس مانندند. هر قدر فرسوده شوند به شرف نسبتشان همان قدر بے پروا می گردد. حکمت بزرگان. قلندر صدرالدین از شرم و حیا دیگر نمی توانست در اردوگاه گریزگان در قندوز بماند، زیرا هر یک گریزه قصه نکاح محمد اقبال را با قماندان غلام می دانست. خرد و کلان، زن و مرد هم در بین گریزگان و هم ساکنان افغانستان در این باره می گفتند و ملا قلندر و پسرش محمد اقبال را با انگشت نشان می دادند و او روز اهلی آیلش را گرفته به هرات می گریزد. ولی آیا می توان از بیشرفی فرار کرد؟ محمد اقبال نورس اساسی ترین مقدسات مردی را از دست داده بود، ناموس را. اصلا درست است که گناهکاری اساسی در این بی‌ناموسی و بی‌ننگی و فاجعه به سر محمد اقبال آمده پدرش و سرکردگان تشکیلات تروریستی نهضت اسلامی بودند که جنگ خانمانسوز را بر سر مردم تاجیک کشیدند. محمد اقبال در قطار دیگران یک قربانی جنگ تحمیلی نهضت تروریستی و خواجگان بیرونش بود و هست. قرار داشتن در این پیشرفی و موقعی عاجزانه سمت حیات منبعده محمد اقبال را به کلی تغییر داد و دیگر بیمار شده بود، گرفتار دردی که معالجه نمی شود. مناسبت او با پدر که در این بدبختی خود مجرمش می‌دانست یک بار سرد گشته منتظم از مکان زیستش در هرات می‌گریخت و برای تسکین بخشیدن دردش همنشین و همبستر می‌جست. محمد اقبال 12-13 ساله بچه او قدر در این باره ما را گناهکار کرده نمیتونیم. اساساً گناهکار پدرش نهضت اسلامی ای. وقتی که پدرش می نهضت اسلامی را ساختیم و مردم در همه چیز که آوردیم، خیلی عاقبت جنگ خونریزی و جنگ خونین در تاجیکستان وقتی برپا کرد نهضت اسلامی، عاقبتش به همین کارا بعد یعنی ثمره‌اش و نتیجهش همین کارا شد. یعنی همین بد اخلاقی محمد اقبال خب با نرک بیزنس گرفتار شدن بعضی دیگرها، نرکمند شدن بعضی دیگرها، تجاوز شدن بعضی زنها و دخترهای تاجیک در افغانستان به چشم می رسید. همه سببش همین نهضت اسلامی است. هیچ یگان چیز دیگر نداره. نهضت اسلامی یک نهضت است که تمام مردم همه جهت ضرر داد، از جهت دینم، از جهت اخلاقم، از جهت انسانیگری هم، از جهت وطنداری هم، همه جهت. 100 دلیل پیش میارم تا که اینو جلب کرده میشوند. این کودکی که هنوز یک گولی، یک خیلی بلولک یعنی ناشکفته است، این کودک دعوت کرده میشود، جلب کرده میشود، گرفتار میشود و این بدبختی خود رو این کودک که روحاً، جسماً، اخلاقاً، فطرتاً، ایماناً شکسته میشود، هیچ وقت این روح و روان شکستگی خودش نه به مادر، نه به رفیق، نه به دوست، نه به معلم، نه به نزدیکترین آدم گفته نمیتواند. محمد اقبال صدرالدین در شهر هرات هم با همون درد بی‌دوایی که گرفتار شده بود، یعنی بچه بازی، در شهر هرات هم همین کار خود را دوام میداد است. یعنی که او شبها از خانه گریخته در جایهای مخصوصی همون شهر هرات با لواطه بازی، بچه بازی و با درد خود دوام میبخشید است. در همون هرات هم فهمیدیم که یک چند وقت همون محمد اقبال گپی پدرشون گوش نکرده، خیلی کسل یار شدگی بود است، دیگه شبا به هر طرف میرفت است و عاقبت پدرش قطعی بسیار گپای پست و پلند زده، اوجا گریخته طرف پاکستان رفت است. در همین گرداب به سبب حزب نهضت اسلامی گرفتار کردن همین محمد اقبال، همین حزب اسلامی است که همین جنگ تشکیل کردن و محمد اقبال
همین چیزها رو درک کردگی که پدرش در همین چیز مسئول بود و وابسته بود، همین بدبینی و کینه گرفته در جنازه پدرش حتی اشتراک نکرده. بعد وقتی که از پدرش که دواش نمی‌آورد و بسیار عذاب می‌ده پدره در هرات، محمد اقبال بعد فرار میکنه، از دست پدرش میره و پاکستان چند وقت در معهد ابو حنیفه تحصیل میکنه، بعد اوجا با لاهور میره و همین اخلاق و کارهای بده که در اوجا دوام میده، باز میبینه که شرمندگی زیاد شده ایستاده است، با یون نگاه نکرده اوجا بعد به طرف امارات متحده به طرف دبی فرار میکنه. لیز بوربونوم یک متخصص بزرگ آمریکایی میگه که در روی زمین آدمانی بد و نیک نیستند. همه آدمان در زندگی اوزاری دیدند و در نتیجه این اوزارها خاراکتر آنها، تقدیر آنها به وجود آمده است. میگه که در روی زمین آدمانی اذیت کشنده هستند و این اذیت ها در تقدیر آنها شکل گوناگون دارد. یکی از شاخه‌های دیگری پسیکوپاتی این همجنسگرایی میباشد، یعنی که همجنسگرایی علاقه جنسی با همجنس خود. این اول در شعور همون بیمار پیدا میشد. بیمار اول کوشش میکند که با این مبارزه برد، لیکن در آخر با مرور زمان با گذشت وقت شعور بیمار رو پورا فرا میگیرد و در بیمارو دیده میشود مثلا اختلال رفتار، آنها دیگر کردارهای خود رو اداره کردن نمیتونند، یعنی که بیمار با همون خواهش‌های بد اخلاقانه خود که در شعور وی پیدا میشوند مبارزه بردن نمیتواند. تا چند قدری که کوشش میکند که همین کردارهای خود رو پنهان دارد یا که به همین کردارهای ناشایسته دست نزند، لیکن به اون میسر نمیگردد. باید مخصوص قید کنم که شخصان گرفتاری این بیماری یعنی که همجنسگرا با مرور زمان با گذشت وقت شر در آنها نیز میشن، حتی آنها ترس رو نیز از خود دور میکنند، یعنی که ناترس میشن. انا برای به هدفهای غرضناک که خود رسیدن حتی میتونن که به دیگر کارهای ناشایسته مثال به جنایت مثال میتونن دست زنند. یعنی که چقدر در بالا گفتیم این ناموس این آدما نیست میشود. این آدما به حالت خود به حالت نهایی خود از نقطه نظر تنقیدی نگاه نمیکنن، یعنی که چقدر که به اصطلاح با زبان روسی میگن به حالت خود کریتیکا ندارن. البته بعدی از سرگذرانیدن چنین حادثه های مدهش در مثال روزهای بسر محمد اقبال آمده، انسان شخصیت خود را بی بازگشت از دست می دهد. ننگ و ناموس، شرف مردی برایش بیگانه می گردند. شرم از نهادش گم می شود، بیرون می گردد. در کوچه و بازار مکان و خانه های مخصوص را می جوید تا عادتی در وجودش یک عمر مسکن گرفته را برای مدت تسلا بخشد. او معتادی را می ماند که برای از بین بردن درد و پیچش استخوانها جهت دریافت مواد مخدر به هر عمل قادر است. وقتی که روح ما رو میشکنن ما آدم کامل حیاتن نبی شده نمیتوانیم و روح این آدما وقتی که یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار اینا به این کارها جلب کرده میشوند، اینا سیر و اسرار خود را به بیرون به دیگران نقل کرده نمیتونن. آدمایی میشوند که همیشه در یک فضای محدود زندگی میکنن. آدمایی میشوند در دل خود کینه زیاد میگیرن. آدمایی میشوند که نسبت جمعیت با آنه که آنها را شکستند اینا قصاص گرفتن میشوند به این جمعیت. یک ننویست، یک بدبینی نسبت جمعیت، نسبت آدمیت پیدا میشود در وجود این انسان ها. اساس کار، بنیاد کار از چی سر میشود؟ اولی کار با شکستن روح و روانی انسان سر می شود و بالاخره اینها آهسته با این روح شکسته، با این قلب شکسته، با این جسم و روان شکسته خود به آن کار عادت می کنند. از همه بدبختترین اعمال
این است که وقتی روح و روان اینها شکسته می شود، اینها کوشش میکنن که دیگران را به این بدبختی جلب کنن، کودکان دیگران را جلب کنن، پسران دیگران را، دختران دیگران را که آنها در مکتب میخوانند، اگر گالستوکش بستگی و لباسهای زیبا پوشیده رشک میکنن به آنها و کوشش میکنن که از طبقه سالم به طرف خودشان آدم را جلب کنن. چهره فریبگر همه مقصدهای را که دل مکارانش به نقشه گرفته است پنهان می دارد. حکمت بزرگان. طوری شاهدان نقل کردند بعد این حادثه های پر از ننگ و نفرت و شرمندگی در میان عامه، ملا قلندر با اهل عائله‌اش به هرات کوچ بست. یعنی خواست از نظر جامعه و مردم خودی آبرو ریخته و پسر ناموس باخته‌اش را پنهان کند، ولی کجا میتوان از خود گریخت؟ هر دفعه محمد اقبال را دیدن آتش شرم و خجالت سراپای وجودش را میسوخت، خاکستر میکرد. پس این شب و روز از خانه غیب زدنهای محمد اقبال احوال او را خرابتر میساخت، زیرا یقین میدانست که پسرش باز پی جستن ملهم دردی که دوایش رفته است. ملا قلندر دیگر صبر و تحمل را از دست داده بود و روی راست بد اخلاقی های محمد اقبال را روبرویش می گفت. او را در تمام شرمندگی های خود در بین جامعه گناهکار می کرد. او اندیشه نمی کرد و اعتراف کردنی نبود که محض خودش و دیگر سرکردگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی این روزهای پر از تحقیر، حقارت و حماقت، بی‌ناموسی و بدبختی را به سر محمد اقبال و ده ها نفر جوانان مثل او آوردند. طوری روند حادثه های بعدی نشان دادند محمد اقبال پدرش را نبخشید. بعد فریب دادن شریکان تجارتی و صاحب مبلغ مفت گردیدن، او به اروپا گریخت و جامعه را دریافت که برای دردمندان چون او مکان راحت است. او اکنون مصرعی کند همجنس با همجنس پرواز را زود تکرار میکند و به معنای اصلش شرح میدهد. تنها پدرش را تا آخرین نفسهای عمرش نبخشید، چون در وجودش نیمی ذره از اصالت انسانی و مهر بر پدر باقی نمانده بود. در جنازه او اشتراک نکرد، حالانکه در اروپا قرار داشت و با خرج کمترین میتوانست خود را تا مکان دفن پدر رساند. این عمل تکراری همان مناسبتی بود که سرکرده تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی محیدین کبیری نسبت به مادرش روا دید. کبیری وکیل مجلس نمایندگان بود. با کارهای شخصی و حزبیش به مسکو رفت و در وطن مادری بیمار و تشنه دیدار فرزند وفات کرد. با وجود آنکه تمام امکانات‌های مالیوی را در اختیار داشت، به جنازه مادرش نآمد، حالانکه همه روزه در مسیر مسکو دوشنبه 6 ریس پرواز موجود بود. کبیری منفیت‌های خود را از جنازه و گسیل مادر در راه آخرین بالا گذاشت. محمد اقبال صدرالدین عیناً چنین رفتار سرکرده معنویش را نسبت به پدر خود تکرار کرد. یعنی با زیاده از 20 ریس پرواز سمالیات‌ها بین فرانسه و پولشا، حرکت بی‌محدود قطاره و اتوبوس‌های مسافرکش نگاه نکرده به جنازه پدرش نآمد. پدر پرارمان دنیا را ترک کرد و پسر حتی پس از مرگش او را نبخشید. اونایی که از پدر رنجیدن خیلی روشنن. این گونه آدمان از تمام رهبرها میرنجند، زیرا دعوای محبت پدر رو از رهبر میخواهد بگیرد. رهبر که پدرش نیست اون رو دادن نمیتواند. او از رهبر ناراضی است، و از معلمش ناراضی است، و از رئیس قشلاقش ناراضی است. و من از همه آنهایی که از نگاه موقع اجتماعی روانی میتوانند در مسند پدر بشینند، از اونها اون دعوا رو دارد و از بس که گرفتن نمیتواند، همیشه در حالت جنگ، مخالفت، ناراضگی، اعتراض با این آدمان قرار دارند. اشخاص قلاب و متعصب تنها پشیمان می شوند، اما اصلاح نمی کردند. حکمت بزرگان. از ناموس گم کرده مثل محمد اقبال صدرالدین
دیگر چی را می توان انتظار شد؟ در نهاد او شخصیت جایگاه خود را گم کرده است. از نشانه های مردی برایش تنها همان واژه نشان دهنده حیثیت جنسی باقی مانده است که در ورقه شناسنامه‌اش ثبت است. محمد اقبال صدرالدین ثمره میوه تلخ نهال جنگ است. سخن اینجا تنها درباره او نمی رود. حادثه بر سر او آمده باید نفرت همگان را نسبت به جنگ به وجود آورد. این فاجعه ملی است که نورس را غلام پدیده منفور و شرماور دایره های افراطی موجوده بچه بازی گردانیدند. این غلام دیگر حیثیت و شرف ندارد. مفکوره غلامی و مبلغی از حساب آن دریافته دیگر برایش امکان نمی دهد که از مقدسات سخن گوید. حتی اسلام او در نوک زبانش است، نه در عمق قلب. اگر مسلمان حقیقی می بود از تهمت، غیبت، دروغ، دشنام، ناسزا، بدنام کردن دیگران، رنجانیدن، عیبجویی، سخنچینی، ریا در گفتار، شهادتی بر دروغ، خبری را ندانسته پهن کردن، سوء استفاده دین و مذهب، با مکر و فریب قرضدار، کساد و خانه ویران کردن مردم پرهیز میکرد. این گونه آدمان میتوانند در هر کجای زندگی ما با شما بخورند و اگر که این گونه آدمان به عرصه سیاست میدرآیند، خرابکاری را میتوانند از خانه خودشان سر کنند. اینا میتوانند نسبت ملت خودشان، نسبت دیار خودشان، نسبت اهل و اولاد خودشان، کشتبار خودشان، از بس که محبت ندارند، نفرت، این جایی که محبت نیست اونجا خلق نفرت پر میکنند و آنها همه این اوزار و علم و داشتگیشان رو به سر دیگران میریزند. یعنی علم عیسی رو از موسی میگیرند و در این میتواند پیش روشان ملت هم باشد، میتواند اهل و اولادشان باشد، کشتبارشان باشد. اینها اون وقت دیگر چون که گفتم این چون کودکی که برای قند غش میکند، اون وقت دیگر اینو جدا کردن نمیتوانند که این به منفعت ما است یا به ضرر ما است، این به منفعت کی هست به منفعت کی نیست. اینها همیشه از منبر درد سخن میکنند. وقتی که یک جاتون درد میکند عقل تحلیلی کار نمیکند. محمد اقبال صدرالدین قربانی است، قربانی جنگ و جنگ اندازها در سیمای تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی. جنگی که برادر را میکشت، جنگی که یک نفر را به خیانت کردن مواجه ساخت. اول در برابر ناموس جوانمردی، اکنون بر ضد ملت خود. تحقیر و بی‌ناموس شدن خود را عیب ملت حسابیدنی است. میخواهد انتقام گیرد. توسط هرزگویی ها و حقارت و توهین در شبکه های اینترنتی آرزو دارد که چنین درد و بدبختی ها باز بر سر ملت بیاید. تعداد خیانتکاران و همصف و همدردان خود را زیاد نماید. این آدمان خیلی خطرناکند، برای خودشان خطرناکند، برای اطرافیان خطرناکند. آنها با کمک ما و در بعضی موردها شاید با اصولهای دیگری که آنها باید از دیگران برکنار کرده شوند شاید نیاز دارند. همه اصل عملهایی که ما داریم از نیت آغاز می‌یابد. اگر سرچشمه کار ما نیت ما محبت باشد، عالم گلستان میشه. ولی اگر نیت، سرچشمه، منشأ عمل ما، تکان دهنده کار ما نفرت باشد، رنجش باشد، انسان به مراد نمیرسد و به کسی هم نیکیش نمیرسد. و جایی که قدم این آدم میرسد متاسفانه میتواند خرابی ها به وجود بیاید. مسلم است که ملت ها محض برای پیشگیری نمودن چنین فاجعه های ننگین و سنگین استقلالیت میخواهند. صلح و صلاح، آرامی و آسودگی را مقدس میدانند. ما نیز باید به تکرار شدن چنین حوادث ننگین دیگر راه ندهیم. ریشه منفور عقیده، مفکوره افراطی تبلیغ کننده جهالت و تاریکی را که زمینه بر سر محمد اقبال ها آوردن چنین اذیت و آزار را فراهم می سازد نیست نماییم. امروز ما در وطن عمر بسر می بریم که راه فردای نورسان و جوانانش روشن و درخشان است. هر یکی از تمام امکانات برخوردار است تا آزادانه در مکتب، دانشکده و دانشگاه تحصیل نماید، راه دلخواه سرنوشتش را خودش انتخاب کند و آینده خود را با دست خویش بسازد.